او دوسیه پتتا از بین ببر. بتاو تگرم خبر بده. سبا به خاطر فیر کردن سر و دختر به سنه بره. تو آماده باش. زیاد عجیب است نه؟ دقیقا 1 ساعت پیش از آلده سر تختم خواه بودم. آلده اینجا ششکت تو سیب میخورم. نیکه سیب خوش نداری چطور؟ اما من از حالت تو خوشم آمد. این قسم خواسته یکان وقت بخی بیا. وقت من خوستم در نیمه شب بیا پشتم. تو که تو میگی تو هم اینجا خواه شو. من میرم یکان چیز میارم. پیلوت ای دیگه چه قسم بوی است؟ چی میفهمم بچم؟ حتما بوی سوختگی دیشب است دیگه. تو چرا دی صبح وقتی قسم کالا پوشیدی فقط کروسی میری؟ او روز چی وقت خواد بود؟ چی؟ هیچ چیزی نیست بچم. دی وقتا ما یکم دلتنگ میشم نه؟ با سرم کم فشار میه. باید هوای تازه بگیرم. صبر ما میایم. او تا کاجی خو هیچ بسر برابر نیست. تنها نگرد. نه تو هم اینجا باش. اگه کدام مشکل پیش شد من برات خبر میتونم. خداحافظت فعلا. چی شد مادر جان؟ نه که نتونستی بیدارش کنی؟ من بیدارش میکنم. سیف داده اتاقش نیست. کل جای دیدم نبود. کوکسال تو ازش خبر داری؟ نه آقا ایگار شاید به خاطر کار کدام جای رفته. صبح وقت رفته. نه که شما هم خبر ندارین. نه من از این گپ خبر ندارم. سینان بگی به خواهرت زنگ بزن. من برش زنگ میزنم. سیفدا حالا بیدار شو. بخیز دیگه سیفدا. 5 دقیقه دگم لطفا. حالا سیفدا چای صبح سرد میشه. لطفا. زیاد خواب برده هستی. نیستم علی. اینطور است. خواب نیستی 2 ساعت از کوشش میکنم تو را بیدار کنم. اگه میشه زیاده روی نکن. حالا بخیز چای آماده است.
سفدا؟ حالا سفدا باز میگی خواب نیستم چای تخ میشه. حالا بخیز دیگه. چی شده خیریه؟ او کجا بود؟ صدای علی را شنیدم. مادر چی میگی؟ صدای چی؟ علی چی؟ سفدا باز پیش علی رفته؟ حتما در خانه ماست. سفدا چطور میتونه باز خانه و احمق بره؟ صبح بخیر. دویگو چی خانم؟ صبح بخیر. راستش ما بسیار تشکر میکنم، یعنی از اینکه قبول کردین به من کمک کنین. من مادرم قبول کرد، اما به هر صورت بریم. خب راستی چای صبح خوردی؟ خوردم. ها قهوه چطور؟ خوردم. خوب است. حالا دیگه میتونیم بریم و انباره ببینیم آقا پیلوت. سیس. معلوم میشه کالای سیاه بدت آمده. خوب نمیگه؟ نه خوب میگه، یعنی همیشه رنگای تاریک میپوشیدی، از او خاطر گفتم. گفتم خوب است یگان تغییرات بیارم. ای بوی عطر تو است؟ نه که خوبش نیست. کجا خوبش است؟ بوی رو میگن درم میتن. نه ای بوی عطر من نیست، حتما بوی کدام چیز دیگه است. لوده پیلوت لوده خاک در سرت کتی قسم عطرت. زیاد دق شده بودم. پشت چی؟ پشت تخمه ساسیج دار. تو به خدایا این فقط تخم ساسج دار است. نه که نظر بد از پخته هر کس فرق میکنه. البته که فرق میکنه. صحیح است. نوش جانت. هنوزم نتونستم اینقدر بخیلی تستایی اندازه گیری کنم. چی میکنی؟ مقدار بخیلی من اندازه گیری میکنی چی برا؟ وقتی به سرحد خطرناک شدن میرسه باید بررسیش کنم. خب چه قسم میخوایی بررسیش کنی سفدا؟ تو که زن سابق چی قسم عروسی کرده بودی؟ این گپ دیگه از کجا شد؟ خب میپرسم جانم، باید تشویش شدیم بگونی؟ پشت گپا نگرد. نیکی از خاطر بخیلی تو را ترکت ها؟ چای تا بخو که یخ میشه. سیس. وای بازم تو. آقا پیلوت دیدی؟ ببین ما با تو چی گرفتیم؟ ای دیگه چی است؟ تیاره توفی آشتی. یادت است که جود کرده بودم نه؟ با خاطر که تیاره را خوش داری را گرفتم. تو چطور فهمیدی که من تیاره را خوش دارم؟ خدا داد. همیشه آقا پیلوت پرسان میکنی. خدا داد ببین.
دیگه پشت مرا نگی از پشتم نیا. ما جدی هستم. ما هم جدی هستم. یعنی منصرف نمیشی؟ مولا صاحب یک بار گفته بود که کسایی برنده میشن که هیچ وقت منصرف نشن. هم قسم گفته بود. پس در صورت زیاد منتظر باش. خیره منتظر می باشم. یک چای دیگم؟ آینی بسیار زیاد تشکر. کل چیز واقعا مزه‌دار بود. دستایت برکت. بیازو چند دقیقه بعد باید برایم. کجا؟ اگه امروز داری نمیشه؟ استاد نیک دیقیتان هنوز پشت ما خلاص نشده. چطور؟ نه فکر کردم در خانه با هم یک جایی بشینیم فیلم سیل کنیم. چطور است؟ یعنی نمیشه؟ میشه البته، اما به شرطی که برایم بگویی چوری کارا را میکنی. او هم فقط سبانی امروز. چرا؟ امروز چی گپ است؟ خب یک کار خردترک دارم. دروازه، زنگ دروازه است نی؟ بیبی کی است؟ ما هم تا وقت سایما میشیم سیس؟ آقا کوکسال تو میخوایی چی کنی ها؟ علی اورغلو موضوع دخترم که باشه اگه جانورم باشه پیشش سرخم نمی کنم. حال دخترم صدا کو. ببینین آقا کوکسال دخترتان پیش من امانت است، اما با یک مدت نیاز است که کتم در خانیم باشه. چرا؟ او بلاهایی که در سرش آوردی بس نبود؟ به خاطر که خانه اویگار به سیفدا فعلا امن نیست. چطور امن نیست؟ در اونجا تعداد ما زیاد است. موبایل تبتی. چی؟ گفتم موبایل تبتی. خب چی میکنی موبایل من؟ برات یک چیز نشان میدم. ای آدم کی است؟ ما هم امیره نمیفهمم. دیشب بدونی که شما خبر شوین داخل اتاق سیفدا شده بعد شام این ویدیو را به من روان کرده. ما ماجل آمدم سیفدا را گرفتم. یعنی ای را بفهمین که فعلا به سیفدا بهترین جای خانه ما هست، اینجا هست. به خاطر که نترسم ما به سیفدا چیز نگفتم. شما به هیچ کس چیز نگوین و تشویشم نکنین. به زودترین فرصت این موضوع را حل میکنم. تشویش نکنین. دخترتان پیش من امانت است. من هیچ وقت امانت خیانت نمیکنم. چی شد؟ سیفدا کجاست؟ سیفدا باید در خانه علی باشه. چی؟ تو چی میگی؟ هیچ متوجه هستی که چی میگی؟ چند نفر پشت سیفدا را گرفته. کی؟ نمیفهمم. او احمق دروغ میگه. تو هم باور کردی اما ترس؟ دیدم با چشمای خود دیدم سیفدا را تهدید میکنن. خانه تو بعد از این با سیفدا امن نیست. فکر کنم امروز روز مهمانایت است. حتی شاید تو دختر دواخانه والا باشه. برات برک آورده باشه نی؟ اگه میخوای یک بار ببین.
اویگار تو در اینجا چی بد میکنی؟ آمدم که سیفدار از اینجا ببرم. مادرش منتظرش است. اویگار از اینجا برو. تا سیفدار از اینجا نگیرم من هیچ جایم نمیرم. آدم احمق. اگه هم یاله از اینجا نری دوباره تو را در طول بکس موتر انداخته تا شام دمونجا قلفت میکنم. تو چه قسم یک آدم لحود هستی؟ از خاطر تو هیچ بلایی نمانده که سر سیفدار نامده باشه احمق. اویگار تو در اینجا چی کار داری؟ سیفدار من آمدم که تو را ببرم. من در اینجا خوش هستم. سیفدار نمایش کالاست ایره خو میفهمینه؟ سعیس میفهمم میایم. گفتی نمایش چی است؟ اینطور است که نمایش لباسم است. حتما دیگه نیاز نیست که پرسان کنم نمایش ده کجا می باشه. ده شرکت اویگار است. بالاخره تو ده شرکت او بیشرف کار میکنی اما تو نیست. علی بله اما تا وقتی که پروژه خلاص شود ما وعده دادیم برشان. علی ببین ده ای کار رزق روزی یک عالم انسان بند است. بیا از او قرار دادم کردیم دیگه چی کردم میتونم؟ علی چیه پس؟ آقایگار چی شده؟ حالا امیالی زود به خانه علی برو. دی صبح وقت چی میگین؟ علی چی؟ سیفدار در خانه علی از توکچه. چطور؟ ده اونجا چی کار داره؟ وقتی که رفتی باز ایره میفهمی. امیالی زود برو سیفدار از اونجا بیگی و اینجا بیار. باز اقدر برید پول بدم که هیچ جمع نتانی توکچه. سعیس آقایگار تشویش نکن. علی چرا نمیخوای درک کنی؟ گوش کن مجبور شدم. اگه نیم خود کده اویگار احمق سر کار نمی داشته باشم خودت خود میفهمی. نام خدا زنگ دروازه امروز هیچ چوب نمیشه. خانم توکچه؟ سیفدار اینجاست. بله در اینجاست. داخل است. سیفدار توکچه؟ تو در اینجا چی میکنی؟ ده اصل تو ده اینجا چی کار داری؟ بیا اینجا بشینیم با هم گپ بزنیم. دختر نیکو تو عقلت از دست دادی. تو ده این خانه تک و تنها چی میکنی؟ قسمی که فکر میکنی او تو نیست توکچه. پس چی قسم است؟ بگو که من بفهمم. علی دیشب به خانه اویگار با بردن ما آمده بود توکچه. از بودنم در اونجا نارام است. نخواست که من در اونجا باشم همین. اوه سیفدار گپم می بود. آفرین به تو هم دل خوش شده تا اینجا آمدی. او چی میکردم دختر؟ در درونش یک حس بخیلی است و به خاطر من زیاد بخیلی میکنه. چطور ها؟ یادم چی تو میشه که به خاطر تو بخیلی میکنه؟ خب راستش یعنی مطمئن نیستم اما تو حدس میزنم. اما حس میکنم علی زیاد دوستم داره. اوه تو هوایی شدی. والا
چی دروغ بگویم تحت تاثیرش قرار گرفتیم. حالا سیفدا باید بریم دیگه. ببین به خاطر نمایش کالا فقط چند ساعت دیگه مونده. کتالی گپ میزنم باز میریم سیس. آی ما تو را کاملا از دست دادیم دختر. تو از میال خدا زیر دستش کردی. اوه یعنی خدا خیر کنه. حالا بخیز باید باراشگاه بریم. ما به خاطر جزئیاتش به جلسه میریم. یک دقیقه مگم قرار نبود که بریم کالا را ببینیم. سیس میگم خب ما اونجا میایم اما تو حالی هم شیشتی. حالا دیگه خب سیس فهمیده شد. حالا روز خوش. صاحب رهنما در داخل است؟ صاحب رهنما خودم هستم. خوش آمدی دخترم. خوش باشین. شما زن شوهر هستین چطور؟ آی با یکی دیگه‌تان بسیار میزیبین. ماشاءالله خدا نگاهتان کنه. آمین. ای چه قسم گپ است خاله جان؟ فهمیدم که شما نامزاد هستین به خانه دیدن آمدین. ای تو یک چیز نیست. چرا تو یک چیز نیست دخترم؟ دیگه از کجا یک قسم یک بچه مقبول پیدا کرده میتونی؟ آی تو ماشاءالله مثل بچه های فیلم است به خدا. استغفرالله. خاله جان ما عجله داریم. ما به دیدن خانه نامدیم. گدام دوا کار داریم. یعنی یک چند دقیقه وقفه بگیریم بریم یگان قهوه بخوریم. وقفه چی؟ نه تو اولی را برام بگو که از چیش خوشت نامد. کلکینایش کمی بلند است. اتاقایش هم تنگ. من یک قسم جای دقیقه اصلا خوش ندارم. درست است. بسیار خوب. حتما چند دانه گدام دگام است. ابرو خواهر دیگه کجاست؟ دمی نزدیکای دواخانه یک گدام دگام است دخترم. نزدیک کدام دواخانه؟ امو دواخانه نزدیک پارک. مطمئن نیستم شاید گرفته شده باشه. اگه میخواین یک بار زنگ میزنم. در اونجا خود دواخانه است. درست است. این حال یک گدام پیدا کردیم. براتون گفتم مطمئن نیستم شاید گرفته شده باشه. بازم یک زنگ میزنم پرسان میکنم. نه ما یک بار رفته او جای میبینیم. باز باقی کارش عمل خود کردیم. بره. منظورت از حل میکنیم چیست؟ یعنی یک بار رفته میبینیم. اگه خوب بود باز میگیریمش. یعنی بالاخره همسایه میشیم. جانم ده همسایه بودن دیگه چی گپ است؟ با دوا چیز ضرورت پیدا خود کردین. آمده از من میخرین. دیگه خود کدام گپی نیست دیگه. یعنی که شما بیگانه نیستین. بی بسیار خفه شدم. حالا دیگه قلب مرا شکستاندی خانم. او قدر خوشناخت داریم با هم دیگه. البته که داریم. چرا نداشته باشیم؟ بعدن پیشرفتم خواد کردیم. انشالله. برج تو چی است؟ من برج مر چیز را نمیفهمم. تاریخ تولد تباکو 6 عقرب. اوه حد زده بودم به خدا. ماه عقرب زیاد بد است زیاد. تو به خدایا در ماه عقرب دیگه چی گپ است؟ اشخاص ماه عقرب زیاد حسود می باشن. دیگه اشخاص ماه عقرب وقت عاشق میشن باز مثل دیوانا میشن بخی. عشق اونا کاملا به مثل گردباد است. هر چیزی که در دور برشان باشه جورو کرده با خود میبرن. اشخاص ماه عقرب شب و روزشان معلوم نیست. هم به دوست داشتن نمیخواین باور کنن. خدا داد. بفرمایین ملا صاحب. میشه موبایل تبرم بدی؟ بگیرین ملا صاحب. زنده باشی. ملا صاحب من دکان میرم. شما باز مرا در اونجا پیدا کنین. درست است. خداحافظ.
اگر ضرور شد بعد از این میتونید موبایل خدا داد برم زنگ بزنی. خوب است. پیامم روان کده میتونم؟ از جایی که ویدیو روان شده بود تا حالا پیداش کردی یا نه؟ در حال پیدا کردنش هست. راستش آرایش مدل خلاص شده، به خاطر زیورات تو را روان میکنم. همه چیز تمام است. درست است؟ درست است. شما منتظر باشین. زینب، سینان؟ بالاخره خدا دعای ما قبول کرد. تو اینجا چی میکنی زینب؟ وایلون می نوازم. ده اصل تو اینجا چی میکنی؟ نیک از علاقمندای نمایش لباس هستی؟ ها نه، ما در شرکت کسی که نمایش جور کرده کار میکنم. چی میگی جانه؟ بله، با ما گفته بودن که یگان برنامه موسیقی هم دارن، اما ای که تو را در اینجا ای قسم میبینم یعنی زیاد خوش شدم زینب. چی؟ هوا را میگفتم نه؟ یعنی سیستم تبدیل هوای اینجا را خوشت آمد؟ زیاد خوشم آمد، اما تو کارت اینجا چی است؟ ها، باش که خیسایی برای توضیح بتم زینب. خواهرم مدل تجاری اینجاست و ما مسئولیت اینجا را به عهده دارم. عمق تاکسی. سیفدام مردم بسیار بیر بار بود. تو کجا را سیل میکنی؟ قسمی برام معلوم شد که فقط علی را دیده باشم. آی چتیات نگو سیفدا، در هر جای علی را میبینی. بیخی دیوانیم کردی. اما مطمئن هستم که دیدمش. درست است، به هر صورت بیازیات وقت نداریم. باش ببینم. اینجا بسیار مقبول است نه؟ خلاص است همون نیست؟ تو چی فکر میکنی دویگو؟ خانم، دویگو خانم، بجزی که نزدیک دکانم از دیگه مشکل نداره. بیازو بهترین گپش همی است. درست است دیگه؟ میگیریمش؟ نفهمیدم کجا را میگیری بیادر؟ ما وقت پیش یکیشم دادیم. پس بگیرش دیگه. میگیرمش چون از اینجا خوشم آمده. در او صورت خیلی از خوش داشتنش منصرف شو. چرا چتیات میگی نه که باوش نیستی؟ آقا پیلوت، عالم ما در وضعیت سخت قرار گرفتیم، اما ما خبرتان گفته بودم که شاید او را کس دیگه گرفته باشه. بله گفته بودین. چانس است دیگه. او وقت نشه نمیشه دیگه، اما تو نیست؟ بله خانم راست میگه. خود درست است. حال ما میریم، باز بعدن خواد دیدیم. چی را خواد دیدیم؟
یگان جای دیگر منظورم است. درست است. حالا بریم ببینیم. دویگو دیر کدی دخترم کم طول نکشید. همیال خلاص شد پدر جان. چی شده؟ کدام گپ است؟ نخیر دواخانه زیاد خالی ماند از خاطر. احترامات تقدیم محترم، چطور هستی؟ بسیار زیاد تشکر، خوب هستم. بریم به دواخانه. بریم. خداحافظتان، روزتان خوش آقا پیلوت. روز شما هم خوش. بیا پدر دکان خیرتی بود. پیدایش کردم بیادر. کنم پخش زنده می داشته باشن. شاید کدام قرارداد نو باشه. آی سیفتا جان اینا زیاد مقبول است. کاش که از ما می بود. آی تکچه تو امنی؟ تو را می پولیدم زینب. قهوه آوردیم برات. سینان صبر، قهوه را آلبان. کتی سرتین تماس گرفتن نمیتونیم، نمیفهمیم که چی کنیم. سرتیمی چی؟ به خاطر مشخص کردن یک پارچه به ما. یک چیزی بود که میخواست خودش یاد بده. دربارش برات گفته بودم نی؟ آی اگه آقای گور خبر شوه سر ما زیاد قار میشه. خب او دختره دیگام گریان کرده میره. خب خواهرم برش میگه. جدی هستی؟ تو کتما بیا. صبر ببینم. خواهر سینان. خواهر زینب خواهرم. سلام زینب. خواهر جان با زینبشان یک مشکل که خورد جور شده. من براش گفتم که خواهرم این مشکل حتما حل میکنه. خب این چه قسم یک مشکل است؟ گدامه گرفتم، جایش زیاد مقبول است، منطقیش هم خوب است. باز میبینیم. اینجا بیا کرایه نشین سابقه. های صبر کن، تو چی میکنی بیادر؟ اوه کرایه تو چقدر بود؟ خب چقدر بود؟ $1000 برش دادیم. او هم باز $. بچه چی گفته پول مردم بیگانه را استفاده میکنی؟ نه که تو احمق هستی؟ از پول خود چرا استفاده نمیکنی؟ گوش کشی میگم. کرایه نشین با تو از پول خود ما 10,000 لیره ترکی میتون، فهمیدی؟ دکانم با ما اعلامیتی. درست است، قبول میکنم. لوده کسی که براتان پول به ایمان خدا میفروشین لعنتی ها. من چه قسم آدم ها هستین شما؟ از خود کمی غرور داشته باش، بسیار خوب است برات به خدا. آفرین. آفرین سیفزا.
گفته بودیم که پشتو جسد دیگه ایلاکو علی، اما تو گپا نشونیدی. پس حالا دیگه مردن و دختره تماشا کن. Hatam belki kalbi oyuncak sanmam, aşkta salıncak gibi sallanmam. İmkansız sevginin sevgili. Bugün bana aşk nedir diye sorsan, tek anlamı geceler boyu ağlamam. Dersin bir küçük elveda. علی یادم ده اینجا چی میکنه؟ چرا باز آمده؟ آینه دیگه. علی معلوم است اینجا چی میکنی ها؟ سیفدا حالا باید از اینجا بریم. کمی صبر کن، بی‌آب شدم به خدا. سیفدا گفتم میریم. حالا زود باش. خواهر! سیفدا تو خوب هستی؟ خوب هستم. اینا کی بودن علی؟ از ما چی میخواین؟ نمیفهمم سیفدا. خواهر! سیفدا! خواهر شکر که خوب هستی. سعید خوب هستم جانم، تیر شد. خواهر چی گپ از بکن؟ نمیفهمم سینان. سیفدا جانم تو خوب هستی؟ چطور خوب بودم میتونم دکتر؟ تو خوب هستی سیفدا؟ چیزی خونه شدید نه؟ این جمع نیست سیفدا، باید بریم. کجا میبریش؟ بازامی به خاطر تو شده نه؟ در اینجا مشکل وجود داره. سیفدا را باید فوراً از اینجا ببرم. کل این مشکلات فقط به خاطر تو است. هرچی که سر سیفدا میایه فقط به خاطر تو میایه. نمیخوایم بار دیگه تو را در اطراف خواهرم ببینم. سینان یک بار آرام باش، باید گپ بزنیم. وقت گپ زدن نیست سیفدا، حالا باید از اینجا بریم. خواهرم هیچ جای رفتن نمیتونه، نه که گپا نمیفهمی چطور. بار دگام نمیخوایم قواری تا ببینم. سیفدا سینان راست میگن، نه که نمیبینی ما را تعقیب کرده تا اینجا آمده. حالا سیفدا برات گفتم خواهرم جایی نمیره. سیفدا را دو دنیای خونین خود داخل کردن نمیتونی. سیفدا را ایلاکا، هر جایی که میری خودت برو احمق. آقای گلی 1000 تا کاجی آمگه بیای از هر خم نمیکنم، فهمیدی؟ اگه مردم ها مردواری میمرم. تو گپای مرا چرا قسم درک میکنی بیادر؟ قسم نگو، لطفاً قسم نگو دخترم. کده ما قسم گپ نزن. این اتفاقات گناه من شد. تو استاد علی یک آدم با اعتبار در منطقه است. اگر مردم منطقه خبر شوند که دختر بدون نکارت خانه خود نگاه کرده، بازی کار بسیار بد میشه.